خانه حسنا جانشان است؟ با سامانه کراچی که مالش انداخته میفروخته شد. مادرک فوت کرد بدون خداوند تو تالایت کرد کوی ندارم. اول خدا دویم شما برادر گلم میتونین که تو کمک صحیح کنین که من زندگی ما یک ذره خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. وطن‌دارای گل سلام احترام به همه شما، انشالله که صحت سلامت باشین. دوستان ما قبلا در جریان سروی خیابانی یک طفلک نازنین به نام حسنا در حال کراچیوانی دیدیم. یک برادرم داشتن، اونا را تحت حمایت برنامه اقتصاد میوه خود قرار دادیم، یک کراچی را برشان آماده کردیم. متاسفانه امروز رفتیم در ساحه نبود و ما پریشان احوال از اونا شدیم. سراغ خانه را از دوستایشان گرفتیم، آمدیم میخوایم که جویای احوالشان شیم که جریان از چی قرار است و این نازنین ما چرا در محل نبودن. جوس داشته باشه و کراچی مناسب کلان باشه، ای وعده رو به ما داده. میتونی ادامه بدی؟ در اشاره بازار بلد هستی؟ چرا نه، خوش میشیم، زیاد خوش میشیم. یک بار کراچی تا ببین سایتو خوشت میایه نمیایه ببین یک بار. اینا همه چیز داره. اوکی، سیاسیت از تشکر که به ما یک کمک کنید. سلام. چطور هستی؟ وعلیکم السلام. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ خانه حسنا جانشان است؟ حسنا جان است؟ میتونی صدایش کنی بر من؟ وای نام خدا، دختر مقبول. سلام و علیکم السلام. حسنا جان قند چطور هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ آرام هستی؟ صحت خوب است؟ ان شاء الله که خوب باشی. بیا خانه خود مزاحم نباشیم خانه. خب مهربانی. حسنا جان چطور هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ تشویشت شدیم، خودت ندیدیم. اینجا درس میخواندم، بیا بریم خانه. همینجا میشینیم، بیا نازنین، همینجا میشینیم. همینجا هوای خوب است. باش که من از خودت پرسان کنم خودت چطور غیر حاضر هستی؟ چطور من خودت ندیدم؟ بیش حسنا جان قند چطور از درس ها خوب تیر میشه؟ خب بسیار خوب، بسیار خوب. حسنا جان نازنین چطور که نبودی؟ چطور که ما خودت نیافتیم دوجه؟ انشالله که خیرتی باشه. یک مریض بود به خاطر اینه که کراچی هم نشد. چی تکلیف داره بیادره که؟ گلنکش عملیات شد. با سامانه کراچی که مالش انداخته میفروخته شد. به خاطر تداوی برادرت مالایش فروختین؟ ما مریض بود به تداوی هم شد. مادرم مریض بود؟ بله. خداوند شفا نصیبش بگردانه. ما را در جریان نموندی، شماره ما پیشت بود، زنگ میزدی، ما میامدیم اولگیریتان میامدیم. نشد دیگه، او را بودیم تو شفاخانه، باز ما هم اینجا منیش بازی را بردیم شفاخانه، دواش گرفتیم، چه قشر پیسی دوا رفت، زیاد به مهیسه رفت. حسنا جان کراچی مؤثر بود؟ از کراچی که شما خرید فروش میکردین روز روزگار میچلید؟ بله ها میچلید. نان خوراک خانه کلش میشد سرش، مصرف خانه کلش، حالی که اون نیست پس وز ما خراب شد. باز سامانه کراچی که مالش انداخته میفروخته شد کلش. مادر جانت خانه هسته؟ بله. میشم روش صحبت کنم؟ چرا نمیشه. بله سلام بیار گلم، خوش آمدین. سلام مادر قند. مهربانی چیال داری؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ مهربانی مادر جان، خوب هستی؟ چیال داری؟ صحت شما خوب است؟ انشالله بخیر هستین؟ آرام هستین؟ انشالله بخیر هستین؟ سلامت شفا باشه حسنا جان. سلامت باشی، خداوند شما رو با عزت داشته باشه. حسنا جان از رحمت جان یاد کرد که مریض از شفا باشه، از شما یاد کرد. بله برادر گلم، من چیزی که شما همکاری کمک کرده بدین پیش 1,000 روپه کتم بچه کمک که کراچی سودا انداخت، یک ذره کار بارش جور بود، شکر یک روز ساعت 1.5 ساعت خدا میربان بود، کار ما جور بود. وقتی که بچه مریض شد شب روز خونه داشت، گفتم بچه چرا؟ میگه مادر گلونم درد میکنه. میگه من میگه چیز است، بسیار به تکلیف هستم. گفتم چرا؟ وقتی که بردم شفاخانه دکتر رو بچه که عملیات میشه گلونکش بیخی بند است.
وقتی که ما بچه ما بودم شفاخانه پیسه مصرف دوایش نداشتم از عملیاتش نداشتم اون سرمایه که در کراچی بود برادر گلم ما اونمو رو فروختم پس بچه که علاجش کردم که بر یک طفل از دیگه چطور کنیم برادر گلم. مادر جان چقدر سرمایه داشتین برای که دکان یا کراچی را آماده کنین؟ ما برادر گلم همی سرمایه کراچی که اگر 8,000 روپیه بود باز خوب شکر الحمدلله از خدا راضی بودیم 100 1.5 غلیمت بود که به اولادکایم یک چیزش میشه. بسیار خوب خداوند بر خودت صحت بده. زنده باشی برادر. من امو مبلغ را که جبران پولی را که شما مصرف کردین برتون میتم. خدا میربان است که دوباره بچه‌کتان کار آغاز کنه در کراچی. شما یک حساب کنین سعی کنین که چقدر هستن؟ میشه انشالله پس دوباره کراچی با این پول میشه دوباره. بله برادر گلم میخواد به کراچی یکم میشه برادر گلم مثلا خوار یتیم رو میبینم مثلا برادرای بیپول من بسیاری بی کس و بی کوی مریضم امروز خداوند من احتیاج محتاج برادر گلم و بی کس و بی کوی هستم یعنی هیچ کس و کوی ندارم مادرکم فوت کرد بدون خداوند تعالی هیچ کس و کوی ندارم از شما میشه برادر که طفلکای من کمک کنه مریض من پیرگیز من پریزانی مریض من ندارم دکتر ها میگه باید تا 6 ماه طفلکتان باید پریزانه داده برید من تا پریزانه از کجا کنم من یخنی بچیم نخود خودنی بچیم من نخود هیچ چیز نداریم من بسیار احتیاج محتاج هستم یارم اول خدا دویم شما برادر گلم میتونید که تو کمک صحیح کنید که من زندگی من یک ذره خوب الله میربان است مادر جان. الله میربان است. دوستای عزیز مادر ما ممکن یک فامیل نیازمند و مسلمان هستند بتونن باش کمک کنید و ما منتظر کمک های شما برای خانواده هستیم.